کیهان به وجود اومده و عمرش طولانیه، ولی یه زمانی باید تموم بشه، چون هر چیزی که فکرشو کنید یه روزی محکوم به نابودیه. اما کیهان 2 چیز عجیبو داره. اولی جاذبه است که دوست داره همه چی رو به هم بچسبونه و دومی انبساط کیهانه. ولی آیا جاذبه پیروز میشه یا انبساط؟ و اصلا چطوری کیهان و هر چیزی که میشناسیم قرار از بین بره؟ قبل از تماشای ویدیو برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و در ادامه با کانال حقایق سیاه همراه باشید. کیهان در واقع همه چیزه و زمین یه نقطه داخل اونه. زمین دوری یه ستاره که جزئی از 200 میلیارد ستاره دیگه است میچرخه و حتی کهکشان راه شیری خودمون یه قطره از بزرگی کیهانه که 93 میلیارد سال نوری وسعتشه. ولی همه اینا از بزرگترین کهکشان‌ها و ساختارها تا ریزترین اتم‌ها روزی خواهند مرد و محکوم به نابودی اند. کیهان از بیگ بنگ به بعد در حال گسترش و انبساطه و سوختی که ستاره‌ها رو روشن نگه می‌داره رو مصرف می‌کنه. اما وقتی سوختشون تموم بشه چی میشه؟ قبلا دانشمندا فکر می‌کردن جهان داره آروم پا به سن میذاره، اما این یه اشتباه بود. توی فضا یه جنگ تمام عیار در جریانه. 2 نیرو در حال جنگن. اولیش انبساطی که کهکشان‌ها رو از هم دور میکنه و هستی و تهدید به یه انقراض یخی و سرما میکنه و دومی هم جاذبه است که سعی میکنه هر چیزی رو که فکر کنید رو جمع کنه و خورد کنه. اما جاذبه میبره یا انبساط یا حتی مساوی؟ اگه جاذبه ببره کل کیهان یه توپ چوگالی میکنه و نابودش میکنه. اگه انبساط ببره کل کیهان توی یه سرمای ابدی میمیره و اگه مساوی بشه جهان توی یه اندازه میمونه و سرد میشه. اما اگه از اول بدونیم چی شده که جهان شکل گرفته شاید بهتر بتونیم درکش کنیم. میریم به 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش، جایی که یه نقطه آتش گرفته یه انفجار مهیب انبساط شروع کرد. بدون اون هیچ چیزی وجود نداشت، حتی توهمی به نام زمان. اما انبساط یه نیروی عجیب و هیجان انگیزه. اون با متورم کردن زمان و مکان کار میکنه. اون فضایی که بین کهکشان هاست رو زیاد میکنه و از هم دورشون میکنه. اما جاذبه یه چسب کیهانیه. هرچی یه شیء بزرگتر باشه کشش بیشتری به چیزای اطرافش داره و اتم به اتمشو میکشه سمت خودش. اما اگه اول جاذبه زیاد بود اصلا ساختارهای اولیه شکل نمیگرفت. اگه هم خیلی کم بود اجزا دور هم قرار نمیگرفتن و بازم شکل نمیگرفت. اما با وجود جنگ این دوتا جهان 13 میلیارد و 800 میلیون ساله که برقراره. اما این ثبات تا کی ادامه داره؟ اگه چوگالی کیهان زیاد بشه جمع میشه تو خودش، اما اگه کم هم بشه یخ میزنه. فرض کنید یه مکعب 1 متر در 1 متری داشته باشید که 5 تا اتم هیدروژن داخلش قرار بدی و اگه حتی یکیشو کم کنی فرو بریزه و اگه زیادش هم کنی از هم بپاشه. این دقیقاً رابطه جاذبه با انبساطه. همینقدر حساس بود اولش. دانشمندا فکر می‌کردن جهان روی یه طناب استواره، ولی فضا نشون داد بیشتر شبیه یه تیغ تا طناب. دانشمندا دیدن که انگاری توی کیهان همه چی رو به راهه. تا اینکه توی دهه 70 فهمیدن کیهان با یه مواد نامرئی پر شده و جاذبه و اون میتونن فاجعه رخ بدن. قبل اون دانشمندا فکر می‌کردن جاذبه فقط مال سیاره هاست و ستاره ها و اینا، اما فهمیدن که این یه اشتباه محض بوده. زمین و سیارات دور خورشید میچرخن و کهکشان هم همینطوری دور خودش میچرخه، اما خیلی سریعتر. اما با وجود سیاهچاله جاذبه اون قدری نیست که کل کهکشان رو دور هم نگه داره. اما چرا نپس نابود نمیشه؟ دانشمندا شروع به رصد کردن، اما اون ماده‌ای که بیرون بود نه نوری داشت و نه مشخص بود اصلا اثرش کجاست. اما مشخص بود که نمیذاره کهکشان‌ها از هم جدا بشن. از این رو بهش ماده تاریک گفتن. این ماده 5 برابر ماده معمولی توی کیهانه. در واقع اونه که میگه هر کهکشانی چجوری شکل بگیره. اون توی فواصل کیهانی خیلی به جاذبه کمک میکنه و این باعث میشه انبساط یه جا کم و کمتر بشه. اما با افزایش انبساط ماده هم افزایش پیدا میکنه و جاذبه هم قوی تر میشه و انبساط در نهایت 0 میشه. دما زیاد و زیادتر میشه. سیاهچاله ها توی رقص مرگبار همه چی رو میکشن سمت خودشون و ماده و فضا زمان از داخل منفجر میشه و در نهایت همه روی هم تلمبار میشن و یه نقطه از جرم و فشار و گرمای نامحدود میمونه و آخرین مرحله مغز کهکشان ها به هم برخورد میکنن و یه اتم اساسی رو میسازن و حیات به هر صورتی که وجود داشته باشه از بین میره و به این میگن خرد شدن بزرگ. اما بعضیا معتقدن این خرد شدن بزرگ به معنی شروع جدیده، چون
قوانین جاذبه امکانشو میده. اما دانشمندا فهمیدن یه نیروی دیگه داره ما رو به سمت یه مرگ جدیدتر میبره. با وجود ماده تاریک احتمالاً میگید برد جاذبه قطعیه، درست میگم؟ اما توی سال 1990 یک کشف عجیب رخ داد. 2 گروه از محققا تصمیم گرفتن تاریخ انبساط کیهان رو تعیین کنند که انبساط کی شروع شده و کی در حال افزایشه و کی کاهش پیدا میکنه. اونا برای تحقیقات میخواستن سرعت کهکشان‌ها رو بدونن. اما کهکشان‌ها خیلی دورن و کم نور، ولی میلیاردها سال دورتر از زمین یه ستاره منفجر شده بود. اون یه ابرنواختر بود، آخرین نفس‌های یه ستاره در حال مرگ که 5 میلیارد برابر از خورشید ما درخشان‌تر بود، ولی خیلی زمانش محدود بود و این 2 گروه فقط 2 هفته فرصت داشتن که بفهمن کهکشان‌ها با چه سرعتی از همدیگه دور میشن. چیزایی که این 2 گروه کشف کردن غیر قابل باور بود. در 4 یا 5 میلیارد سال گذشته جهان سرعت انبساطش رو نه تنها کم نکرده بلکه زیادش کرده و جهان توسط یه انرژی نامرئی دور میشه. همه فکر میکردن جاذبه برنده است، اما این موقع احتمال دادن که تا ابد گسترش پیدا کنیم. ولی این قوانین فیزیکو میبرد زیر سوال. مثل این میمونه که یه توپو بندازید هوا و هیچ وقت سرعتش کم نشه و همینجوری بره بالا. کلمه خلأ برای دانشمندا به معنی خالیه که نه ذره‌ای نه دمایی وجود داشته باشه و نه حتی انرژی. اما یه انرژی ذاتی توی مکان و زمان وجود داره، یه نوع ضد جاذبه، و به خاطر این ناشناس و عجیب بودنش بهش انرژی تاریک میگن. این یکی از بزرگترین رازهای فیزیکه. ناسا یه سری تلسکوپو کار انداخت که ببینه حدوداً انرژی تاریک توی کیهان چقدره. حدوداً کیهان 68% انرژی تاریکه و هرچی کیهان منبسط‌تر بشه اینم بیشتر میشه و به خاطر همینی که سرعت انبساط زیاد شده. رابطه 1 به 1 به سمت یه انبساط تقریباً ثابت میره و در نهایت جهان توی یه انجماد بزرگ تموم میشه. ولی اگه انرژی تاریک بیشتر گسترش پیدا کنه یه پایان عجیبو میسازه، شکاف بزرگ. توی نظریه شکاف بزرگ انبساط اینقدر بزرگه که حتی کهکشان‌ها رو هم از داخل بزرگتر میکنه و در نهایت تیکه تیکه میشن. و 60 میلیون سال قبل از پایان انرژی تاریک در مقیاس‌های کوچیک کوچیک به جاذبه غلبه میکنه و اولین کهکشان‌ها شروع به تیکه تیکه شدن میکنن. هر چیزی ریز میشه، حتی اتم‌های بدن انسان‌ها، و تنها چیزی که میمونه فوتون‌های فردی و جداگونه است و فضای بینشون منبسط میشه و فقط یه نور ضعیف میمونه و همونم اینقدر کشیده میشه تا از بین بره. انرژی تاریک نظریه خرد شدن بزرگ رو رد میکنه و مثل یه سوخت اتمی برای انبساط فضا در بین کهکشان‌ها عمل میکنه و فقط 2 پایان ممکن میشه که رخ بده: یه انجماد بزرگ و شکاف بزرگ. برای فهم و درک این موضوع توی ماه می 2009 آژانس فضایی اروپا ماهواره پلانک رو به فضا فرستاد تا بگرده دنبال محل تولد انرژی تاریک. اون یه عکس از جهان اولیه گرفت، جایی که یه مخلوط بزرگی از پروتون‌ها، الکترون‌ها و فوتون‌ها بود. اتم‌های هیدروژن تازه شروع به شکل گرفتن کردند و این نور به خاطر پیدایش ماده است و این نقطه‌های قرمز قرار ابرخوشه‌ها رو شکل بدن و هزاران کهکشان داخلشون باشه. اینجا هنوز به نظر نمیرسه انرژی تاریک به وجود اومده باشه. دانشمندا عکسای بچگی کیهان رو با الانش مقایسه میکنن و معتقدن جهان وقتی فقط 7 میلیارد سالش بود انرژی تاریک پیدا شده. تا الان که جاذبه اینقدر شده که کهکشان‌ها رو کنار هم نگه داره. کیهان شناسا بالاخره پایان جهان رو تصور میکنن. 30 سال پیش این یه مسئله خیلی مهم و مطرح بود، اما الان دانشمندا بیشتر احتمال میدن جهان منجمد میشه و میمیره. انرژی تاریک اولش کهکشان‌ها رو دور میکنه ولی دست نخورده میذارتشون. ستاره‌های داخل کهکشان‌ها ناپدید میشن چون که با سوخت هسته‌ای سرپان و وقتی گاز تموم بشه دیگه ستاره‌ای متولد نمیشه. نهایت 1 تریلیون سال بعد اولین چیزایی که میمیرن همین ستاره‌های بزرگن. هسته اونا فرو میریزه و یه سوپرنووا یا همون ابرنواختر رو میسازن و جاذبه تیکه‌های جامونده ستاره رو جمع میکنه. اما قضیه بزرگا اینطوریه. اونایی که هم قد و قواره خورشیدن وقتی هیدروژن تموم کنن تبدیل به یه توپ آتشین باد کرده میشن و 200 برابر الانشون میشن و سیاره‌هایی که بهشون نزدیک بودن و میخورن و این موقع اونا تبدیل به یه غول قرمز شدن
وقتی که سوختشون کم بشه تسلیم جاذبه میشن و میشن یک کوتوله سفید و برای حدود 10 میلیارد سال آروم میسوزن و این وسط 10 تریلیون سال بعد آخرین کوتوله هایی که از همه سردترن یعنی کوتوله های قرمز هم میمیرن و آسمون شب سیاه میشه و سیاهچاله ها میمونن با اجساد ستاره و سیاره های مرده و عصر سیاهچاله ها شروع میشه. اونا بقایای بجا مونده رو میخورن و سیاهچاله ها با هم برخورد میکنن و بزرگ و بزرگتر میشن و هر چیزی هم که از دست این هیوله ها در بره پروتون هاش جدا میشن و از هم میپاشه، چون که پروتون یکی از اصلی ترین ساختارهای سازنده مواد اتمیه که میتونه خود به خود از هم بپاشه و چیزی که در نهایت میمونه دریایی از سیاهچاله هاست. اما یه روزی هم وقت مردن سیاهچاله هاست. اینجا دیگه بحث میلیون و میلیارد و تریلیون سال نیست، بحث کادریلیون ها ساله. اون موقع سیاهچاله چیزی نداره بخوره و کوچیک میشه و میزان کم شدنش شدت میگیره و وقتی به اندازه 1 میلیاردم 1 اینچ میرسه قوانین فیزیک از هم میپاشه و آخرین سیاهچاله با یک درخشش شدید اشعه گاما میترکه و همه چی تموم میشه و جهان توی یه انجماد آروم و طولانی زج میکشه. ولی فیزیک کوانتوم یه پایان دیگه رو میگه. اون میگه میتونه یک باره همه چی تموم بشه و یه هیولا به نام تغییر فاز رو میاره وسط که میتونه کالبد زمان و مکان رو هر لحظه نابود کنه. تغییر سریع به یه چیز جدید و تغییر فاز میگن و این میتونه روی خلأ هم کار کنه. یه اشتباه توی کالبد مکان و زمان میتونه جرقه تغییر فاز رو بزنه و همه چی رو تغییر بده. توی اوایل کیهان هم همین اتفاق افتاده. یه حباب کوچیک از جهانی که امروز هست شکل گرفت و به سمت بیرون حرکت کرد و انرژی که بیرون ریخت مکان و زمان رو به وجود آورد. این موقع جهان اول تسلیم میشه و انرژیش به جدیده میره و یه جهان نو میسازه. ولی توی این حباب انبساط رخ میده و قوانین فیزیک جدیدی متولد میشه. حتی امکان داره با تغییر فاز هیوله های بدتری شکل بگیره که از انرژی تاریک هم بدتر باشن. هیوله هایی که جهانی رو بسازن چه کاملا با الان فرق کنه و این 1-2 دقیقه فقط یه بخش خیلی خیلی کوچیک از فیزیک کوانتومه و با تمام وجود سختی و فهمشو میشه حس کرد. و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و ممنون میشم با لایک ویدیو و سابسکرایب کانال از من حمایت کنید و توی کامنت ها نظراتتون رو برام بنویسید.